اصل ارگینال باشه نمیکنه تماشا کن. اسماعیل قاسیموف زنبور پروری 70 ساله میگوید این عسل از گل و گیاهای کوهستان بوده نظر به عسل محلی روشن‌تر و خوشبوی‌تر بوده است. بشکه‌های عسل در اینجا منتظر خریدارند. حالا اسماعیل قاسیموف با گرفتن حاصل 50 آیله زنبوری نوی کرپت آمادگی میگیرد. ولی معلوم نیست همه آن را فروخته میتواند یا نه. عسل خریداری زیاد ندارد. شاید به سبب نرخش. قیمتش روزه 70 50 بود پورینا 45 50 بود. نه این سال 70 80 تا 100 خستن. سیفالله شکروف زنبور پرور دیگر از ناحیه کوشانیان 34 آیله زنبور دارد. هرچند هنوز با گرفتن حاصل سر نکرده است. الکی در فکر یافتن خریدار است. فروشش قیمت‌تر مال سودا داد سست‌تر. اصل میگیریم سودا و خریدار نیست و قراست. همه چی قیمت شده شکر هم 1 کیلوش 10 سوم خسته. قیمت شدن عسل خریداری آن را کم میکند ولی زنبورداران میگویند مجبور هستند که گران فروشند. در عکس حال درآمد نخواهند کرد. مقامات ختلان میگوید که امسال نظر به سال گذشته 7 تن بیشتر عسل جمع‌آوری شده است. عجیب است که افزایش آن نرخ را پس نمیکند. اسباب آلات‌هایی که برای زنبور استفاده می‌شود و شینا دیگر چیزا داروها نرخ همینا کمتر بالا رفته است. نرخ شکر هم قیمت شدگی است چون که اگر ما همه وقت اگر عسل تازه را برای ذخیره و زمستان براری اگر تا مهلت کاری آغاز کار زنبوراتیم زنبور پرور یگان حاصل خوب نمیبره همین هم قیمت شده. در سال جاری 427 تن عسل گرفته شده است ولی نه همه مردم امکان خریدن عسل را داشتند. گران شدن نرخ آن در بازارهای داخلی در حالی است که اداره امور میگوید 2 سال اخیر شاهد صادرات عسل نشده است. در ختلان شماره زنبور عسل در سال جاری نزدیک 70,000 آیله بوده است. نرخ عسل وابسته به منطقه تولیدش گوناگون و از 60 تا 150 سومانی برای هر کیلوگرم است.